معجزه 60 دقیقه‌ای، راز ساده‌ای که قانون جذب را متحول می‌کند. هشداری که زندگیتان را تغییر می‌دهد. اگر سال‌هاست درگیر تلاش برای جذب خواسته‌هایتان هستید و همیشه احساس می‌کنید چیزی کم است، این متن ممکن است پاسخ نهایی شما باشد. آنچه می‌خوانید صرفاً یک تکنیک مثبت‌اندیشی نیست، بلکه یک اصل اساسی است که نحوه تعامل شما با زمان و واقعیت را بازنویسی می‌کند. تصور کنید بتوانید قفل سرعت جهان را باز کنید و خواسته‌های قلبیتان را نه در ماه‌ها، بلکه در دقیقه‌ها و ساعت‌ها مشاهده کنید. این ایده نه رویایی دور از دسترس، بلکه واقعیتی است که بسیاری آن را تجربه کردند. چرا زمان بزرگترین دشمن خیالی ماست؟ ذهن انسان عاشق روایت سازی است. یکی از قدرتمندترین روایت‌هایی که جامعه و تجربیات گذشته به ما تحمیل کرده این است: هر چیز با ارزشی نیاز به زمان طولانی دارد. این باور در ظاهر منطقی به نظر می رسد، اما در حقیقت بزرگترین سد میان شما و خواسته‌های فوری شماست. مکانیسم ذهنی: وقتی باور دارید چیزی باید دیر برسد، ناخودآگاه خود را در وضعیت انتظار و کمبود قرار می دهید. این احساس فرکانس انرژی شما را روی فقدان متمرکز می کند، نه فراوانی. در نتیجه حتی اگر فرصتی فوری پیش آید، ذهن شما آن را نادیده می گیرد یا خراب می کند. مثال واقعی: فردی که معتقد است ثروتمند شدن 10 سال کار سخت می‌طلبد، ممکن است یک پیشنهاد سرمایه‌گذاری سریع را رد کند یا یک شانس ناگهانی کسب و کار را به چشم یک کلاهبرداری ببیند. این ذهنیت دروازه‌های معجزه را می‌بندد. شکستن خطی بودن زمان. لحظه‌های کوانتومی. در فیزیک کوانتوم ذرات می‌توانند در آن واحد در 2 مکان باشند. زندگی ما نیز گاهی از این قانون پیروی می‌کند. لحظه‌هایی وجود دارند که زمان می‌شکند و تغییرات ناگهانی رخ می‌دهند. مانند آبی که در دمای انجماد هنوز مایع است، اما با یک ضربه کوچک ناگهان یخ می‌زند. زندگی شما نیز می‌تواند در یک لحظه تغییر فاز دهد، به شرطی که شرایط درونی آن فراهم باشد. آماده‌سازی ناخودآگاه. این 60 دقیقه در واقع زمان آماده‌سازی ناخودآگاه شما و هماهنگی جهان برای ایجاد آن ضربه نهایی است. شما با اطمینان کامل زمینه را برای یک تغییر کوانتومی فراهم می‌کنید. 3 کلمه جادویی و قدرت فرکانس اطمینان. جمله من کاملاً مطمئنم یک اعتراف درونی است که کل سیستم انرژیتان را باز می‌نویسد. تفاوت فرکانسی. حالت معمولی. امیدوارم بیاید. فرکانس تردید و انتظار. حالت تحول یافته. میدانم که میآید. فرکانس یقین و دریافت. تمرین عمیق سازی. پیش از گفتن جمله در چشمهای خود در آینه نگاه کنید. جمله را نه با زبان بلکه با تمام سلولهای بدن خود احساس کنید. بگذارید این یقین از اعماق قلبتان برخیزد. این فرایند میدان انرژی شما را از نو تنظیم می کند و شما را به یک آهنربای قدرتمند تبدیل می کند. فلسفه 60 دقیقه. چرا این زمان خاص است؟ این زمان تصادفی انتخاب نشده است. 60 دقیقه یک پنجره انرژی طلایی است. دقیقه 0 تا 10. ذهن خودآگاه آرام می‌گیرد و نویزهای ذهنی کاهش می‌یابند. پیام شما به جهان ارسال می‌شود. دقیقه 10 تا 30. انرژی شما در کیهان منتشر و هماهنگ می‌شود. این مرحله مانند انداختن سنگی در آب است که امواج آن پخش می‌شود.
دقیقه 30 تا 55. جهان در پشت صحنه شروع به چینش افراد، رویدادها و فرصتها می کند. شما در حالت رهاسازی هستید. دقیقه 55 تا 60. اولین نشانه ها اغلب در این بازه ظاهر می شوند. آماده دریافت باشید. اگر این زمان کوتاه‌تر بود، فرایند تکمیل نمی شد. اگر طولانی تر بود، ذهن فرصت بازگشت به تردید را پیدا می کرد. هنر رهاسازی واقعی، موتور محرک جذب. مهمترین بخش این 60 دقیقه رهاسازی کامل است. اما رهاسازی واقعی چیست؟ رهاسازی فعال. این به معنای بیعملی نیست، بلکه به معنای زندگی کردن در لحظه حال، در حالی است که یقین دارید همه چیز در حال کار کردن است. شما مانند باغبانی هستید که بذر را کاشته، آبیاری کرده و اکنون با آرامش از زیبایی باغ لذت می‌برد، بدون آنکه هر 5 دقیقه بذر را از خاک بیرون بکشد تا ببیند رشد کرده است یا خیر. فعالیت‌های پیشنهادی برای این 1 ساعت: پیاده‌روی در طبیعت و توجه کامل به جزئیات اطراف. گوش دادن به موسیقی بی کلام و رها کردن بدن به ریتم آن. انجام یک کار خلاقانه ساده مانند نقاشی یا نوشتن آزاد. آشپزی یک غذای ساده با عشق و توجه کامل. نشانه شناسی. چگونه پاسخ جهان را تشخیص دهیم؟ پاسخ جهان همیشه به شکل مورد انتظار شما نمی آید. یاد بگیرید نشانه ها را بخوانید. 1. ایده های ناگهانی. فکری درخشان که ناگهان به ذهنتان خطور می کند. آن را یادداشت کنید. 2. همزمانی های معنادار. دیدن مکرر یک عدد، یک نام یا یک جمله در مکانهای غیر مرتبط. 3. تماس‌ها و پیام‌های غیرمنتظره. از افرادی که مدتی است با آنها در تماس نبوده‌اید. 4. احساس درونی هدایت. یک کشش ناگهانی برای انجام کاری خاص، مانند تماس با شخصی یا رفتن به مکانی مشخص. 5. فرصت‌های کوچک که در را باز می‌کنند. یک پیشنهاد کوچک که می‌تواند به چیزی بزرگتر منجر شود. بلوک‌های احتمالی و راه حل‌ها اگر در دفعات اول نتیجه دلخواه را نگرفتید، احتمالاً یکی از موانع زیر فعال است. ترس پنهان. ترس از موفقیت، ترس از تغییر یا حتی ترس از داشتن خواسته تان. با گفتن من شایسته دریافت این نعمت هستم، با آن روبرو شوید. وابستگی احساسی به نتیجه. هنوز در اعماق وجودتان خواسته تان را نیاز می‌بینید، نه هدیه‌ای در راه. بر احساس فراوانی و شکرگزاری برای آنچه همکنون دارید تمرکز کنید. مقاومت ناخودآگاه. بخشی از وجودتان ممکن است به دلیل یک باور قدیمی مانند پول زیاد دردسر زیاد می‌آورد، مقاومت کند. جمله خود را به این شکل تغییر دهید: من کاملاً مطمئنم که به بهترین و هماهنگترین شکل برای بالاترین خیر من در حال آمدن است. تبدیل شدن به یک معجزه‌گر دائمی زندگی در حالت یقین. هدف نهایی این تمرین تنها برآورده کردن یک خواسته نیست. هدف تغییر هویت درونی شماست. گذر از مصرف کننده به خالق. شما یاد می‌گیرید که دیگر منفعلانه منتظر وقوع رویدادها نباشید، بلکه با فرکانس یقین خود واقعیتتان را فعالانه خلق کنید. زندگی روزمره جادویی. وقتی این حالت یقین در شما نهادینه شود، هر روز پر از همزمانی‌ها و فرصت‌های شگفت‌انگیز می‌شود.
شما دیگر برای دیدن معجزه نیاز به تمرین 60 دقیقه‌ای ندارید، زیرا خود به یک کانال زنده برای معجزه تبدیل شده اید. امروز نقطه آغاز است. یک خواسته واضح انتخاب کنید، نه لزوماً بزرگترین، بلکه خواسته‌ای که احساس شور و هیجان در شما ایجاد می‌کند. فرایند 60 دقیقه‌ای را با ایمان کامل آغاز کنید. به خود اجازه دهید باور کند که قوانین بازی تغییر کردند. یادتان باشد، جهان مانند یک اقیانوس هوشمند است که به ارتعاش شما پاسخ می‌دهد. هنگامی که شما با تمام وجود فریاد بزنید من مطمئنم، این اقیانوس چاره‌ای جز فرستادن امواج پاسخ به ساحل زندگی شما نخواهد داشت. شما تنها دریافت کننده نیستید، شما منبع ارتعاش هستید. این قدرت را به دست آورید، زندگی کنید و معجزه را نه به عنوان یک استثناء، بلکه به عنوان قاعده طبیعی وجود خود تجربه کنید. این راز را نه تنها برای خواسته هایتان، بلکه به عنوان هدیه‌ای به کسانی که دوستشان دارید به اشتراک بگذارید. جهانی بسازیم که در آن همه بدانند که زمان نه دشمن که دوست آنهاست و معجزه زبانی است که جهان با کسانی که جرأت یقین دارند سخن میگوید.